در کجای دنیا شما که بیشتر گفتن کارشناس روابط بین الملل هستین دیدین که از مهاجر ملیشه بسازه بفرسته به کشور دیگه؟ ببینید شما یک مفروضی میگیرید که این مفروضتون درست نیست که از مهاجر کسی ملیشا بسازه. چی است؟ اولا که خیلی از اینها اصلا مهاجر نبودن، از خود افغانستان اومدن رفتن اونجا، کما اینکه ممکن از جاهای دیگه هم رفتن. پس من بخوایم سلا بگیرم منو میفرستین سوریه؟ شما وقتی رفتی سوریه ممکنه به اصطلاح چرا افغان ها را آقای وزیر و سوریه میفرستین برای جنگ؟ ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم. 25000 افغان فرستادیم. این رو ما کاملا روشن کردیم. ببینید کسی برای یک کشور دیگه نمیره یک کشور ثالث بجنگه. افغان برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب، کما اینکه از عراق رفتن، کما اینکه از جاهای دیگه رفتن. شما تسهیل کردین، ما صلاح دادن، ما کمک کردیم، صلاح دادن، ما کمک کردیم در سوریه برای مقابله با داعش که دشمن مشترک همه ماست. این داعش از یک طرف میگن افغان‌ها خودشون باید خودشون تصمیم گرفتن، ما نبردیمشون. صلاح دادن برشان. ببینید در کجای دنیا برای مهاجر اینها در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خود، اما اینا به خاطر اعتقادات خودشون رفتن. دعوت کردن شما در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خودشون پرچم افغانستان و عکس رئیس جمهور افغانستان بزن داشتن و اینها بهترین نیروهایی هستند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشه میتوانند با سابقه رزم با تروریست ها و داعش کمک دولت افغانستان. برای چی؟ برای مبارزه با داعش، مبارزه با ترور و حفظ امنیت افغانستان. در درون افغانستان؟ هر جا که دولت افغانستان. کجا هست این نیروها؟ اینها خیلیشون مشغول زندگی عادی هستن، چون الان که جنگ، الان خطر از در واقع اماکن متبرکه در سوریه رفع شده و بسیاری از اینها برگشتن، زندگی میکنن، کار میکنن. کجا؟ ایران؟ ممکنه ایران باشن، ممکنه ایران نباشن. ما چند هزار نفر هستن؟ من همون عددهایی که شما میگید رو شنیدم. 25000. چقدر؟ 5000 من شنیدم. 5000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2000 نفرشون در سوریه باشه. در کجای دنیا شما که بیشتر گفتن کارشناس روابط بین الملل هستین دیدین که از مهاجر ملیشه بسازه بفرسته به کشور دیگه؟ ببینید شما یک مفروضی میگیرید که این مفروضتون درست نیست که از مهاجر کسی ملیشا بسازه. چی است؟ اولا که خیلی از اینها اصلا مهاجر نبودن، از خود افغانستان اومدن رفتن اونجا، کما اینکه ممکن از جاهای دیگه هم رفتن. پس من بخوایم سلا بگیرم منو میفرستین سوریه؟ شما وقتی رفتی سوریه ممکنه به اصطلاح بدی. اینجا سلا نمیدید. بری شما که اینها رفتن سوریه، در سوریه برای مبارزه با داعش پیوستن به نیروهای مبارزه با داعش، ما هم هیچ بدون رو در بایستی از نیروهای مقاوم در برابر تروریسم، در برابر افراطگرایی حمایت کرد. چقدر تلفات دادن افغان‌ها میدونین؟ من تعدادشو نمیدارم، اما کی میدونه؟ ما به خانواده های اونها امتیازاتی میدیم. خانواده های افرادی که شهید میشن در افغانستان، برای ایدهشون، برای آرمانشون، ما خانواده های اونها رو تحت پوشش میگیریم. افغان ها در این کشور چند روز پیش هم یک اعتراض بزرگی بود، حق خریدن تلفن ندارن، در بعضی جای از مکتب باز ماندن، در جاده و گلوله بسته میشه و پارک بعضی جای رفتن هم میتونن، اما چطور میتونن آزادانه برن به جنگ؟ ببینید بازم مفروض های شما خیلی درست نیست. افغان ها، برادران و خواهران افغانستانی ما در ایران می توانند مدرسه برن، مدرسه بزرگسالان برن. 480,000 دانش آموز ما داریم، 20 و چند هزار بزرگسال داریم که داره آموزش مبارزه با بیسوادی میبینه، مخصوصا خانم های افغانی. 23,000 دانشجوی افغانی داریم، تعداد زیادی. ما فقط 500 دانشجوی افغانی رو
در دانشکده‌های پزشکیمون داریم آموزش میدیم. ما افتخار میکنیم که بسیاری از مسئولین افغانستانی در دانشگاه‌های ما درس خوندن. این برای ما افتخاره که در خدمت برادران و خواهرانمون بودیم. اگر اتفاقی افتاده در مورد کسایی که متاسفانه برای سودجویی قاچاق انسان میکنن، 12 نفر رو در یک ماشین، در یک اتومبیل که 4 نفر جا داره قرار میدن و در اتوبان‌ها با کارهای خطرناک این قاچاق رو انجام میدن، خب متاسفانه اتفاقاتی میفته. ایرانی هایی هم که ممکنه از این روش استفاده بکنن با خطر مواجهن. سیاست ما همواره این بوده که مهاجرین افغانی، پناهندگان افغانی و کسانی که غیر قانونی یا قانونی در ایران هستند از امکانات ما استفاده میکنن. ببینید الان ما یک مشکلی بود که بعضی از برادران افغانی ما که در بانک صادرات حساب داشتند نمیتونستن کارت بانکی بگیرن. حالا میتونن؟ ما رفتیم این مشکل رو، همکاران من رفتن دنبال کردن و انشالله در هفته آینده بعضی مقررات پولشویی ما مانع بوده. حتی بانک مرکزی دستور داده، ما رفتیم دستور بانک مرکزی رو هم گرفتیم، ولی هنوز بانک ها به خاطر مقررات پولشویی مخالفت کردن. داریم میریم شورای عالی مبارزه با پولشویی یک مصوبه بذاریم فقط برای اینکه دوستان افغانی ما که حساب دارن تو بانک‌های ایرانی بتوانند کارت هم داشته باشن. شما این در نظر بگیرین که ایرانی ها در خیلی کشورها نمیتونن حساب داشته باشن، علی رغم اینکه با ویزا میرن اونجا، پاسپورت دارن، همه چی دارن. اما شما ایران میدانین که گرفتن یک کارت بانک برای بعضی افغان‌هایی که برای 40 سال است در اینجا است. شما بسیار مقایسه با امریکا رو دوست دارین. در امریکا اگر 5 سال باشن شهروندی برتون نخه. شما الان برید نگاه بکنید ببینید ایرانیانی که در آمریکا به دنیا اومدن، نه 5 سال بودن، به دنیا اومدن و از همسر آقای ترامپ آمریکایی ترن، حساباشون رو چجوری میبندن؟ به خاطر رابطه ایشان شاید با ایران نه، به خاطر ایرانی بودن. من به شما اطمینان، من نمیگم ما بدون نقصیم، ولی ما این رو میتونیم ادعا بکنیم که میزبانان خوبی بودیم برای نزدیک به 3 میلیون افغانی که در سخت‌ترین سالهای ما ایران بودن. از امکانات بهداشتی ما الان 120,000 افغانستانی داریم که بیمه سلامت دارند در ایران. یعنی در کنار ایرانی‌ها از سوبسید ما برای غذا استفاده میکنن، از سوبسید ما برای رفت آمد استفاده میکنن، در مدارس ما حضور دارن، از بیمارستانهای ما استفاده میکنن. این منتی هم نیست، اینها برادران و خواهران ما هستن، مهمان ما هستن. امیدواریم روزی افغانستان شرایطی رو پیدا کنه که اینا بتونن برن به کشور خودشون خدمت کنن. ما هم همیشه دوست داریم میزبان افغانها باشیم. اما ایران هیچ وقت خانه افغانها نشده و نمیشه. ببینید هیچ جایی جز وطن آدم خانش نیست، هیچ جا. شما ممکنه سالها، ایرانیانی هستن سالها در آمریکا زندگی، شما خودتان بودن، منم سالها زندگی کردم، اما هیچ وقت آمریکا رو خانه خودم ندونستم. بچه‌های من در آمریکا به دنیا اومدن، هیچ وقت آمریکا رو خانه خودشون ندونستن و الان هم با کمال افتخار در ایران زندگی میکنن. ما هم امیدواریم، ما افغان‌ها اینجا میهمان ما هستن، اما ما امیدواریم روزی بشه که همه افغان‌ها بتوانن به خانه خودشون برگردن. هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه. آیا پروژه فاطمیون متوقف است؟ ببینید من کاملا صریح به شما گفتم، ما کسانی رو که با داعش و با افراط در سوریه مقابله کردن برای اینکه مجبور نباشن در کابل و در قندهار با داعش مقابله کنن یا در تهران و همدان و کرمانشاه یا در بغداد و کربلا و نجف مقابله کنن، ازشون حمایت کردیم و اگر لازم باشه باز هم حمایت میکنیم. اما امروز اون خطر در حال رفع شدن هست، گرچه هنوز کاملا رفع نشده. ما این رو، دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در
اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشه. شما طرفدار استفاده از قوت‌های فاطمیون در برابر داعش در درون افغانستان هستین؟ اگر دولت افغانستان، این تصمیم دولت افغانستان، پس این نیروها کجا است؟ باید باید تحت فرماندهی دولت افغانستان در افغانستان مقابله کنند. کما اینکه تمام کسانی که در سوریه با داعش جنگیدن تحت فرماندهی واحد دولت سوریه بودن، ما هم تحت فرماندهی دولت سوریه کمک میکرد. در درون افغانستان ارتش افغانستان تشکیلش تکمیل نیست، اما افغان‌ها به اندازه کافی هستند در جاهای دیگه که برای دیگران می‌جنگند. ما اعتقاد به این نداریم. گفتم در سوریه هم تحت فرماندهی آقای حافظ بشارالاسد تصمیم میگرفت، ما اجرا میکرد. ما معتقد به حاکمیت و تمامیت ارضی که دولت ها هستیم، حکومت ها هستیم. در افغانستان تحت حاکمیت و فرماندهی دولت افغانستان ما آمادگی داریم کمک بکنیم. بسیار خوب.